حسن به زیر توپ و توپی که ناقص میشه. سریع میفرسته. یه موقعیت با پای چپ به زیر توپ میزنه و باز هم پرتاب و ضربه آت را بازنه. میندازه توپ رو مهدی. ستونشون این بازیکن هست. مهدی دو بازیکن خطرناک میگیره چپه به نظر میاد. چی شده؟ قطعا خطایی است به نظر من. بازی آغاز میشه. ول کنیم برگردیم به فوتبال. امیر محمد یه پاس عالی روی خط میده. حالا برسه به پاش محوطه جریمه. قطعا خطرناکه. یه ارسال دیدنی و خطرناک. قصد ارسال داشت و باعث شد که همین ضربه به سمت دروازه بره و به بالای دروازه برسه. ضربه اثر پارسا. قدرت بدنی امید اما اینجا ایستاده خودش. در این موقعیت این ضربه خطرناک دیدنی و فرید توپ در اختیار میگیره. پاس برای برادرش به پشت محوطه جریمه دور میزنه. دریبل میزنه بازیکن حریف رو. حالا اونجا موقعیت با پای چپ میزنه و قطعا پنالتی. نیمکت نشینانشون رو میبینید. محمد و حمید رضا.